در این نوع از دستگاه‌های مخلوط کن کوبل یه مقدار بد باز میشه. برای باز کردن کوبل در وسط یک واشر بدون سوراخ قرار داره که با یک پیچ‌گوشتی آزاد میکنید. در وسط یک مهره پیچ‌گوشتی خور قرار داره. برای باز کردن این مهره از یک تویب که به صورت نوار بریده شده به این صورت عمل میکنید که دور 2 تا از پایه ها و کوبل به این صورت محکم میپیچید و بعد هم در وسط کوبل روی پیچ یک قطره روغن چرخ خیاطی میریزید و یه 2 دقیقه صبر میکنید که روغن کاملا نفوذ کنه و بعد هم یک سرپیچ‌گوشتی 2 سوی بزرگ رو با انبر قفلی نگه میدارید، چون باید از 2 طرف فشار بیاد، یعنی هم از بالا و هم باز کردن، و بعد هم روی مهره قرار میدید و به جهت عقربه ساعت میگردونید. با یک حرکت کوچیک مهره بالای کوبل هم باز میشه.